من در طول 2 ساله که تحقیق کردم والله اعلم تقریبا در موسیقی بعضی کسا میگه که موسیقی حرام است و حلال است. من در موسیقی 10 حرام پیدا کردم. امروز مثلا یک پارچه را که در تلویزیون افغانستان میمونه یا یک CD را شما از بازار میرین میخرین نوشته است که موسیقی یا نام یک آوازخوان نوشته است. پس ما که همین CD ها را یگان خواندن ازیره یا در هتل دیدیم یا در تلویزیون دیدیم یا شنیدیم درباره ازی تحقیق کردیم 10 حرام است. یعنی یک نفر که موسیقی مشنوه و موسیقی را میبینه و این خواندنایی که امروز در بازار کابل هست این را میبینه در بین ازی 10 حرام است. یک حرام نیست که بگیم موسیقی حلال است یا حرام، 10 حرام است. خب من این 10 حرامه یکی که خدمت شما دوستا تقدیم میکنم. اول حرامش ضیاع وقت است. اول حرامش چی است؟ ضیاع وقت است، ضایع کردن وقت. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ در قرآن عظیم شان میگه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ثم سپس شما لتسألن حتما سوال میشین در روز قیامت عن النعیم از نعمت ها. و در هفته گذشته در درس مایی بود که مسلمان ها چند سرمایه داشت؟ 3 سرمایه داشت. نه؟ یک سرمایهش چی بود؟ وقتش بود، یکیش مالش بود و سومیش انرژیش بود. اینو در هفته گذشته ما شما کنیم. خب یکی از سرمایه های بسیار مهم مسلمان چی است؟ وقتش است. پس ایناله کسایی که وقت خود در نظر نمیگیرن یک CD خواندن یا 10 دقیقه یا 15 دقیقه یا نیم ساعت یا داخل موتر خود یا داخل خانه خود یا در محفل عروسی خود یا در مجلس خود موسیقی را چالان میکنن و موسیقی میشنون، هر حرفی از موسیقی را که تو میشنوی این در شیطان بانک تو ذخیره میشه و از هر دقیقه از اون محاسبه میشی. دقیقه عمرت در چی مصرف کردی؟ در چی مصرف کردی؟ در موسیقی؟ آیا الله برات اجازه میده که این موسیقی رو ببینی؟ پس وقتی که موسیقی را علما گفتن که این حالات که من بهتون میگم وقتی که حرام شد با این دلایل کل، پس وقتی که در بین عزیزای میشه هر ثانیه عمر شما در غضب الله جل جلاله. این حال باز اگه تو جوان مسلمان عروسی میکنی ازدواج میکنی و در عروسی 400 یا 500 نفر خبر میکنی و 5 ساعت 6 ساعت وقت از اینا رو میکنی، ای باز 500 نفر وقت ضرب 5 ساعت میشن 5 25 یعنی 2500 ساعت تو در عذاب الهی سپری کردی، خود هم در غضب خدا گرفتار کردی و کسایی که در محفلت هم است. و 2500 ساعت ضرب 60 دقیقه بکن با ضرب 60 ثانیه بکن باز یونتای عمر خودت و دیگرها را که در روز قیامت 500 نفر شهادت بده که پروردگارا 5 ساعت وقت مرا ای در معصیت الهی مصروف ساخته. پس اول حرام بودنش چی است؟ ضیاع وقت است. از این خاطر سرمایه مسلمان وقت است و کسایی که موسیقی میشنون بزرگترین جرمی که میکنن وقت خود تلف میکنن و انسان مسلمان باید ثانیه شماری بکنه. چرا الله در قرآن چندین جای قسم یاد کرده که والعصر والضحى واللیل ولیال عشر والشفع والفجر. کلی آیات شما سعی کنین که الله قسم یاد میکنه به خاطر ازی که تو انسان مسلمان متوجه ثانیه از عمرت شوی.